سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشین. اول فال خانوما رو میگیرم و بعد فال آقایون رو، چون معتقدم که هر کس انرژی خاص خودشو داره و هر کس فال مجزای خودشو باید داشته باشه. اول برای خانوما میچینم، نیت کنین. امیدوارم که هر کس که میاد توی این کانال به نیتش بخوره این فال. خب اول اینکه آقایی که در رو به روی شما بسته و جواب شما رو نمیده، بعد از یه مدت کوتاه خودش برمیگرده. نیت کنید. خب اول که یه موفقیت کاری برای خانم ها میبینم و اشک شوق افتاده روی مسائل کار و یه پول درشت میبینم و اینکه یک آقای جدید داره براتون قدم برمیداره بعد از حدود 1 ماه تا 1 ماه و نیم. اون آقایی که باهاتون کات کرده روش صبر کنید، برمیگرده، ولی خب به این نتیجه میرسیم بعد از یه مدت میبینید که این آقا آدم خیلی مناسبی هم نبوده. خودتون به این نتیجه میرسید. خب به سمت خدا روی بیارید. افتاده که هر چقدر که قلبی با خدا باشید راه ها بیشتر براتون باز میشه و اینکه یه خانمی که مجرد هست براتون قدم برمیداره توی کار که خیلی خوب افتاده اینجا. یک خانمی که سبز رو هست و اطرافتون هست و یه مقدار حسادت داره بهتون، مخصوصا تو موارد کاری و به موفقیت شما حسادت می‌ورزه، مواظب اون باشید. این برای خانم ها. برای آقایونم میگیرم، نیت کنید.